درود فرمان، رامین جعفری هستم، نوازنده گیتار و آهنگساز. تو این سری از کلیپ ها قراره که در مورد اتنوموزیکولوژی صحبت بکنیم و از لحاظ واژه‌ای به نوعی تعریفی داشته باشیم و اینکه بدونیم که اصلا تو این ژانر چه اتفاقاتی میفته. خب اگه بخوایم اتنوموزیکولوژی رو از لحاظ واژه‌ای بخوایم بررسی بکنیم و معناش رو بخوایم درک بکنیم، اتنو به معنای قوم‌ها یا اقوام هست. موزیک که خب موزیک هست و لوژی به معنی شناخت یا علم هست. به طور کلی علم شناخت موسیقی اقوام، موسیقی هایی که توی کل دنیا در اقوام مختلف نواخته میشه، سازهای منحصر به فرد خودشون رو دارن و به نوعی علم شناخت این موسیقی ها و روانشناسی این موسیقی ها، هارمونی شناسی این موسیقی ها، تمامشون میتونه توی دسته‌بندی اتنوموزیکولوژی قرار بگیره. اما کتابی که من انتخاب کردم برای مطالعه این بخش کتاب شناخت ماهیت‌ها و روش‌های اتنوموزیکولوژی از آقای یاب کنست هست. آقای یاب کنست یک موسیقی شناس خیلی مطرح هلندی هست که به نوعی از افرادی هست که خودش واژه اتنوموزیکولوژی رو ابداع کرده و در دهه 1930 موسیقی شناس ملی هلند بوده. آقای یاب کنست در سال 1936 سرپرست مؤسسه سلطنتی گرمسیری میشه و به کمک موزه پاتایاوا یک مجموعه خیلی عظیمی از نمونه‌های صوتی و سازهای مختلف از کل دنیا رو جمع‌آوری میکنن و به نوعی یکی از مراجعی میشه که خیلی سالهای آینده مورد مطالعه افرادی بوده که تو این حوزه فعالیت میکردن. نکته جالبه که توی این کتاب بهش اشاره میکنه خود آقای یاب کنست، آرشیوهای بزرگی بودن که توی اون سالها منابع خیلی زیادی رو از به قول معروف موسیقی های اقوام مختلف در اختیار خودشون داشتن. خب اشاره میکنه به یک سری از به نوعی فرهنگستان هایی که در کانادا بودن، به نوعی در وین بودن، ولی بزرگترین این به نوعی آرشیو ها رو در برلین میدونسته و که متاسفانه در جنگ جهانی دوم خیلی از این منابع از بین میرن و فرصتی برای گردآوری مجدد آنها وجود نداشته و خیلی بیشتر بزرگتر از آرشیوهای باقی مانده و موجود بودن تو اون سالها. این آرشیوها در سال 1902 به همت فیزیولوژیست و روانشناس بزرگ آقای کارل اشترومف ایجاد شده و در ابتدا تا سال 1932 در دانشگاه روانشناسی برلین و بعد در دانشگاه دولتی موسیقی نگهداری شدند و به نوعی دوباره انگار جمع آوری میشن این اطلاعات. در سال 1933 با کمک موزه فرهنگی عامه فولکلور آلمان به نوعی این مجموعه جمع آوری میشه و آقای به نوعی یاب کنست تقدیر میکنه و تشکر میکنه از همتی که آقای به نوعی کارل اشترومف داشته. اسم خیلی از افرادی که توی جمع‌آوری این مجموعه ها نقش داشتن رو آقای یاب کنست نام میبره و خب گفتیم یکی از غنی‌ترین مجموعه هایی که برای اتنوموزیکولوژی جمع‌آوری شده بوده از کل دنیا توی برلین بوده و یکی از افرادی که نام میبره آقای دکتر اوتو اوبراهام هست که خیلی نقش داشته در ضبط به نوعی فونوگراف های این مجموعه ها توی آلمان و هم یه موسیقی ارکستری برای این می‌نویسه بر مبنای این موسیقی های اتنوموزیکولوژی و مقاله‌ای به نام نظام تونال در موسیقی سیام در سال 1974 رو منتشر میکنه. همچنین یکی از شاگردان آقای اوتو ابراهام، آقای هورنبوستل، در میان همه کسانی که تا امروز در زمینه شناخت موسیقی اقوام پژوهش کردن شناخته شده است. در پی تلاش‌های ایشان آرشیو فونوگراف برلین به سرعت رشد کرد و 1933 هنگامی که هورنبوستل در برلین را ترک کرد بیش از 10,000 قطعه ضبط شده در این آرشیو گردآوری شده بود. من تلاش میکنم که عکس تمامی عزیزان رو به صورت حالا یا محتوای ویدیویی یا به صورت عکس خدمتتون منتشر بکنم. در ادامه میگه که آقای هورنبوستل دانشجویان خیلی زیادی رو هم تربیت میکنه که تعدادی از اونها به عنوان دستیار باهاش همکاری میکردن. توی این دانشجوها جورج هرزاگ که اکنون متخصص برجسته در شناخت موسیقی بومیان آمریکای شمالی هست و به عنوان یک انسان شناس و همچنین رابرت لاخمان
که یک متخصص موسیقی ژاپنی نو و عربی و بربری است اشاره میکنه که یکی از بهترین نوشته های موسیقی شناسی یعنی کتاب موسیقی شرق را مدیون لاخمان میدونه. یکی از جذابترین بخش‌های این کتاب صفحه 40 هست که به نوعی نقل قولی هست از مقاله شرق و غرب از آقای اچ فاکس استرینگویز که در مورد صلاحیت یک اتنوموزیکولوژیست صحبت میکنه و خب همونطور که توی قسمت‌های قبلم توضیح دادیم این کار به شدت با پژوهش گره خورده و یک روحیه پژوهشی میطلبه که یک فرد به دنبال شناخت موسیقی‌های اقوام، هارمونی‌های اقوام دنیا باشه و سفر کنه و یک سری روحیات خاص باید داشته باشه. توی خود کتاب اینجوری تعریف میکنه که پژوهشگران دو دسته هستند: کسانی که از سلامتی، انرژی و شخصیت لازم و البته زمان و امکانات انجام سفر پژوهشی و گردآوری داده‌های میانی برخوردار بوده و کسانی که این شرایط را ندارند. سخت است که بگوییم کدام یک از آنها مهمتر است. اما در نهایت باید بدانیم که دارا بودن شخصیت خوب نادرترین موضوع است. بدون همکاری مشتاقانه آوازخوانان، رقصندگان، پژوهشگر نمیتواند کار زیادی انجام دهد و این تمایل فقط با همدلی واقعی با افراد محلی، کنجکاوی مداوم، قدردانی خوب از آنها، صبر و خستگی ناپذیر بودن و برخوردار بودن از یک وجدان انسانی میتواند صورت پذیرد. خیلی ممنونم که تا اینجای کلیپ با من همراه بودید. امیدوارم که خوانش کتاب اتنوموزیکولوژی از یاب کنت براتون مفید واقع شده باشه. به نظرم این کتاب خیلی کتاب جامع و کاربردیه و هم تعریف خیلی خوبی از واژه اتنوموزیکولوژی تعریف میکنه و همین که منابع خیلی زیادی تو این حوزه رو به ما معرفی میکنه که انتهای کتابم یک سری به نوعی واژه شناسی و اصطلاحات هست که توی حوزه اتنوموزیکولوژی استفاده میشه. امیدوارم که موفق باشید.